صبحونه پهلوانا تو قاهره مصر. با یه سری از غذاهای سنتی صبحونه مصری شروع می‌کنی. یکی از معروف‌تریناش میگوی پفکی الکیه که خودشون اختراعش کردن و به جای میگو توش سیب زمینیه. خب اولش سیب زمینی‌ها رو میریزن، حالا این سس زردرنگ، پرتقالی و خوشمزه با دست بخشش میکنن و مستقیم میره تو روغن داغ. وای چقدر سریع، یه دقیقه تو روغن میمونه و آماده است. حالا میریم به سمت دیگه فروشگاه. این یکی از چیزای اصلیه، غذای فول مصری با باقالی. تخم مرغ و ارده میریزن روش، نمک و سس فلفل میره تو روغن، حتی یه ذره زیتون و پیاز هم میزنه. این چیکار داره میکنه؟ وای حالا همشو حسابی هم میزنه. این یه صبحونه واقعا سنگینه. صبحونه از این بهتر نمیشه. شاه اینجوری صبحونه نخور. این میگوهای سرخ کرده که تازه از روغن در اومدن بهشون میگن میگوی سرخ کرده، ولی توش میگو نداره و مزه میگو هم نمیده، ولی خیلی خوشمزه است. داخلش بوده سیب زمینی نرم و بیرونش ترد و برشته است. خب بعد فول به سبک اسکندریه، فلفل سبز و پیاز ترد و خوشمزه. فولش کفالود و قامه‌ایه، ترکیب فوق‌العاده‌ایه. حقا که صبحونه پهلواناست.